شب عادی بود. من داشتم با آقای فیلمبردار بازی میکردم، وقت میگذروندم و داشتیم با هم دیگه حرف میزدیم که ویدیو چی بسازیم. منم از اونجایی که کانتنتی چیزی به ذهنم نرسید از آقای فیلمبردار این سوالو پرسیدم. آقای فیلمبردار گفتم ویدیو چی بسازم و گفت که تو باید محمد امین عاشق بدوارد کنی. پس از اینجا شروع شد که همیشه از این شب گرم تابستونه شروع شد که آقای فیلمبردار داشتیم حرف میزدیم. آقای فیلمبردار با ما گفتش که باید یه ویدیو جدید بسازی و محمد امین عاشق بدواردش کنیم. من گفتم چه ایده خوبی. پس رفتیم اونجا داشتیم در مورد این حرف میزدیم که کدوم سرور رو انتخاب کنید تا اینکه یه ایده زد به سرم که اول با یه سرور جدا بسازیم. از اینکه سرور جدا زدیم کم کم که تحصیلش کرد باید بهش بدوارد یاد بدیم و آقای فیلمبردار این حرف زیبا رو به شما گفت لطفاً کانال لایک و ساب کنید. پس بریم سراغ این ویدیو. لیتس گو. زیبای آترنوس هستیم. تصویر شده لک شد. خب من داخل سایت زیبای آترنوس هستیم و میخوایم بریم سرور جدید رو ایجاد کنیم. اسمش شد دوربین چرا داریم اسم زیبای ساعتن تا 60 خودش هم میگفتم این پاک میکنیم تا دور شد. اینجا یکم ویدیو ها براتون سریع‌تر میکنم تا تایم ویدیو زیاد نشه و شما بتونید راحت‌تر ویدیو رو تماشا کنید. باقی مرسوم کنید بدوارد بسیار خوب. من مجبورم که اینجا از این دیو شروع کنیم. مشت پاک شیف این خب توکل خدا ایجاد شد. رد کردن میزنیم دوستان. الان اینجا داریم نسخه رو میخوایم انتخاب کنیم. طبق معمول نسخه ما که بازی میکنیم 2150 است. ما بازی میکنیم بدوارد و این چیزا معمولا این نسخه رو و کلی سرور دیگه هم داریم راجبش که اگه میخوایم عضو چنل تلگرامی ما بشین یعنی شریک رفت که چنل متحدمونه. خب کسایی که اینجا بلد نیستن یاد بگیرن. میاد آقا تنظیمات. کسایی که آترنوس بلد نیستن این ویدیو راجب آترنوس هم میشه. خب اینجا هیچ کاری نداریم. میایم پای اینجا تعداد نفرات حالت بازی ما که میخوایم بذاریم کریتیو خلاقانه. حتما اینجا کرک شده رو فعال کنید. کرک شده آره کرک شده رو باید 100% فعال کنید یا این تیکه این گوشه بیاد. خب ریسورس پک مورد نظر. این ریسورس پک واقعا مهمه که چه ریسورس پکی بخواد بازی کنید. حالا ما داخل تلگرام بهش میگیم ریسورس پک میگیم. خب اینجا دیگه کار ما تمومه و گزینه ران شدن میذاریم و سرور ران میشه. آره اگر روی ران شدن بزنیم هر سرور من دارم میسازم این من دارم مزبط ران میشه. الان سب میکنم تو سرور ران شد. خب دوستان سرور ران شد مثل این که خب میزنیم اضافه کردن من حالا چقدر نزدیک شدم. یس خب بزنیم تو بیاد. لازم این لوپای ما حرف کنه بکی بودم خیلی پایین هست. کامرا رو برم سب کنم من برد اینجا باید بنویسم
خب حالا مهمش نیست. ما برمی‌داریم. Thank you very much. خرگوش ترسیدم من. و مثل اینکه دوباره جامپ من کار نمیکنه باشه. خب داشتم میگفتم داشتیم بیرید میدونیم. خب این سری داشتم میگفتم این سرور برای تمرین عاشق ایرانی نه عاشق چه هرچی میگم تقصیر من میگم ایران که نوب نیست، ایران از من پروتر هست. خب داشتم میگفتم این تمرینات بود. داشتم میگفتم اینجا ما بسیم تمرین خیلی نوبم نه. خب کامنت ها بزید داره خیلی نوبم خودم قبول دارم. آقا فیلم بردار آقا فیلم بردار ببینید فیلم بردار. خب وسط ویدیو من بحث آقای فیلم بردار نفسم داریم. داشتم میگفتم به آره چقدر محله اون که ساعت 3 شب. خب همینا بود. آره دیگه همینا بود. باز باید چی یاد بدیم مگه بهش عجیبیه میگه. آره دیگه آره این کارا لایک و مثلا یاد ندیم. نره بریم واسه پارت 2 این ویدیو یا کامنت بنویسید. یه واسه باید اینجا ادیت بزنم پارت 1 طول میشه. گود نایت.